بچه‌ها چطوری؟ من پویا دیسپاسال هستم و خوش اومدیم به اولین ویدیو من. توی اولین ویدیو تصمیم گرفتیم بریم سراغ گیم ماینکرافت هاردکورت اپیزود اول. به نظرم بهتره که همین اول کاری حداقل توی قسمت اول بیسمون رو بسازیم. اول بچه‌ها بریم واسه غذا مهمترین سورسمونه. نیاز چرم بده، نمیدونم چرا نداد. بریم سراغ کندن. خب بچه نه موضوعی هست اینه که ما سورسی که حداقل نیاز داشتیم چه منظری. فکر کنم اینجا بشه یه دزرت تمپل پیدا کرد. خب بچه بیاین حالا وسایل کندکارمون رو بسازیم و یعنی درست کنیم دیگه. حالا بریم سراغش. به نظر من اول کاری برم اول یه پیککس استون بسازم که برم بالا سر اون کوه. بریم تو کارش که یه پیککس چوبی بسازم که یه دونه پیککس استون بسازم. تنها چیزی که الان نیاز داریم. بریم تو کارش. حالا یه موضوعی هست، بریم سراغ ساختن وسایل سنگی. اول کار یه دونه پیککس برای کندن آهن. دومین کار یه دونه تنها چیز دیگه هم که من صلاح میدونم داشته باشیم یه دونه تبره. خب از هم بریم یکم دنبال دزرت بگردیم دیگه. اگه حالا دزرت پیدا وایسیم تا شب دنبال دزرت بگردیم. خب بچه ببخشید من که اینجا اسکل بازی مثل یکی شد. بریم ببینیم دزرت. مثل این که این فقط یه بخش کوچیک ازش دزرته. فکر نکنم یه دزرت کامل باشه چون اون ورش دریاست. اون ورش که دریاست از این ورم که نمیخوره دزرت باشه. بذارین یه کلاچ بزنم. به چه کلاچ شیکی شد. اینم از سیبمون. بریم ببینیم چه کارا میشه کرد. فکر کنم تو اپیزود اول نتونیم زیاد حرکت خاصی بزنیم. همین که یه دونه دزرت هم پیدا کنیم کافیه یا یه ویلیج. خب بچه‌ها هدفمون معلوم شد، میریم دنبال ویلیج. خدا نیم ساعته دارم همینطوری راه میرم. بچه‌ها چی پیدا کردم؟ جنگل پیدا کردم. یه بایامی که کم پیداست. بریم لایس بزنیم ببینیم یه دونه دزرت جنگلی میتونیم پیدا کنیم یا نه. لاک پشت. بچه‌ها من اینجا رو کمی تند میکنم تا ببینم چیزی به نتیجه میرسیم یا نه. آقا داریم به یه مشکلی برمیخوریم. اونم اینه که متاسفانه داره شب میشه.
و من مجبورم تا صبح میشه برم بالای درخت و تا موقعی که صبح میشه شما فقط یه تایم لپس خیلی کوچیک ازش میبینین. همین دیگه، اتفاقا آنچنان خاصی نمیفته. یه تایم لپس کوچیک. او نه اصلا نیازی به تایم لپس هم نیست. فقط بذار من اینا رو بکشم اینا بعدش بادم به کارم. خب کرافتینگ تیبل، 3 تا چوب، 3 تا پشم و خب بریم واسه شب اول رو بخوابیم. خب آقا صبح همگی بخیر، بریم واسه ادامه کارمون. آره دیگه بریم ببینیم بچه ها. هدف این قسمت اینه که یه ویلیج پیدا کنیم، یا حالا به صورت دیفالت یه ویلیج، یا حالا به عبارتی یه دونه اسمش یه دونه دزرت تمپل، فقط در حدی که بتونیم خودمون رو یه تجدید قوا کنیم واسه قسمت بعد ساخت بیسه. و آره دیگه موضوعی هم هست. صدا زامبی لازمت. او اینجا غاره، میتونیم ماین رو بذاریم واسه قسمت بعد. ولی خب حالا خیلی خوب بچه ها، سرعت کلیپ رو تند میکنم، بریم واسه ادامه این کار. خب بچه حالا یه موضوعی هست، اینه که من جون ندارم در حال حاضر. بذار فعلا گوشت خام میخورم چون سنگ اونطوری سنگی ندارم که بخوام چه کنم. فعلا گوشت خام میخورم. در جوانی تا توانی بریم واسه ادامه کار. بچه اونجا رو یه روین پولتار، بریم سمتش. خب خب بچه ها ببینیم توی این روین پولتار چی میشه پیدا. پورتار راست. چست پلیت. بذار من این چست پلیت رو تنم کنم. چست پلیت گلده ولی خب بازم چست پلیت گلدن کروت. غذامونم جمعه ولی من تو فکر اون چست پلیتم. آیرون ناگت هم خوبه. آیرون ناگت بلاک گلد که متاسفانه نمیتونم بکنمش، زیادم مهم نیست، من هیچ نیازی به گلد ندارم. یه موضوعی هست، این چی داره؟ این کارز آف دانشینگ داره. شد تا نمیرم نمیتونم درافش کنم فکر کن. نه چیه؟ کارز آف دانشینگ یادم نمیاد چی بود، ولش کن. من اینا رو بسازم. خب حالا همه دستا به بالا. حالا اینم بسازیم. خب آقای دیسپوزال نظرتون چیه؟ خوشگلتون کردم نه؟ خب آقای دیسپوزال مثل این که خوشگل شدن. بچه کسایی که نمیدونن این کاراکتر من اسمش دیسپوزاله. بریم تو کارم. اسم خودم هم پویاست، جفتمون میشیم پویا دیسپوزال. خب نه هر وقت من یه دونه از اینا میکشم ما روشون مشکل داری یا بذار. گیر کردم. کلم گیر کرده. درست شد. فکر میکنم تو اون جزیره چیزای خوبی در انتظارمونه. امیدوارم البته تا ویلیج پیدا نکنی من نمیتونم یه اپیزودو تموم کنم. شت. به چه اسبای خوشگلیه. غذا.
عالی سید. خب بچه ما مثل که به منطقه خورده ایم، کلن عمق تا عمق جنگله. پس به نظرم هدف رو تغییر بدیم به ساختن بیس. و من فعلا چیزی که واسه بیس فعلیم نیاز دارم، فعلا تنها چیزی که نیازه اینه که یه بیس رو داخل یه غار بسازم. همینم کافیه، در حدی که یه غار یه بیس بسازیم و یه آره دیگه یه افتحالی بتونیم بکنیم. خب دوستان به نظر من اینجا بهترین جا واسه خونه است. میتونیم داخل اینجا یه سوراخ باز کنیم. یه سوراخی اوکی کنیم. خب انتظار نمیرفت، یعنی انتظار که میرفت. آره بچه نظرتون همینجا رو بکنیم بیسمون واسه آینده. البته اینا رو کامل حذف کنیم کمی خوشگلش کنیم. خب من چرا ریسپان پوینت ست میدم بمیرم دیگه، مردم که مهم نیست. کرافتینگ تیبل هم همراهم نیست، یا من کورم. کدام گزینه؟ گزینه 1 یا گزینه 2؟ خب اینو که اوکی میکنیم، اینم میذاریم اینجا به عنوان سوختشم. اینا رو کم این شکلی کنیم. نه برعکس میذاریم اینجا. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم تا الان لذت برده باشید. دیسپوسالی بمونید، کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید. اینم بود از اپیزود 1 هاردکور که حدودا نیمه سازی بیسمون رو ساختیم. بخشی اگه کمی ویدیو یه جایش قطع شد چون متاسفانه رکوردرم حافظم تموم شده بود. بازم دیسپوسالی بمونید. خدافظ.